بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما محیطی دایره و محیطی دایره دو دایره داریم. اینمی شکل ها را که ما شما ببینیم که در اینمی دایره در داخلشان مثلث آمده، یعنی سه ضلعی آمده. در اینمی دایره چهار ضلعی آمده. در اینمی دایره پنج ضلعی آمده و اینمی جه هم اینمی طور سعی بکنیم که شش ضلعی و پنج ضلعی اینمی جه هم آمده که یعنی مثلا یک مزلم گفته میتونیم که در داخلشان در داخل یک دایره مزله آمده باشه. خب اینمی علی که یک مثلث را در داخل دایره بیاوریم اونو یا مثلا یک مزله در داخل دایره باشه، پس اینمی ما شما چی گفته میتونیم؟ محیطی دایره. یعنی دایره اینمی شکل و اینمی مزله را احاطه کرده. سر اینمی شکل دایره آمده. اینمی شکل دا اینمی مزله را احاطه کرده. اینمی مثلث را احاطه کرده. ما شما گفته میتونیم اینمی را محیطی دایره. یا اینطور گفته میتونیم که اینمی شکل که در داخل دایره رسم شده راسهایشان در محیط دایره باید رسم شود. اونم را ما شما چی گفته میتونیم؟ محیط دایره. و اگر اینمی شکل بیرون از دایره بود، دایره در داخلشان بود. دایره چی بود؟ دایره در داخلشان بود. پس ما شما گفته میتونیم که اونم را باز محیطی دایره، یعنی دایره احاطه شده. اونم دو تا حالت داریم. یک که شکل در داخلی دایره باشه، اونم را ما شما محیطی دایره میگیم. و که مثلا دایره در داخل شکل باشه، دایره را داخل آورده باشه، اونم را ما شما باز محیطی دایره میگیم که دایره احاطه شده. خب اینمی شکل ما شما میبینیم که اینمی یک مزله در داخلشان آمده. یعنی مختلف مثلث ها اینمی آمده که A, P, B مثلث در داخل مزله آمده. یعنی دو تا راس ها اینمی رسم در محیط آمده. دوم مثلث، سوم مثلث، چهارم مثلث، این تقریبا یک مکمل شکل که چند تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 ضلعی مزله اینمی رسم شده در اینمی در داخل دایره. پس ما شما میگیم که اینمی شکل که در داخل دایره آمده و اینمی شکل را احاطه کرده، پس ما شما گفته میدونیم که اینمی دایره را ما شما دایره محیطی گفته میدونیم یا محیطی دایره برش میگیم. یا اگر مثلث اینمی آمده بود در داخل دایره، اونم را ما شما چی میگیم؟ دایره محیطی مثلث. دایره محیطی مثلث را من چی را که اونمو مثلث را احاطه کرده. اونمو راسهای مثلث در داخلی چی آمده؟ در داخلی دایره آمده. یعنی ما شما چی میگیم؟ پس اونمو دایره که بیرون از اونمو شکل رسم شده، اونمو ما شما محیطی دایره محیطی میگیم. خب اینمی یک فعالیت آمده انشاءالله که سخت نیست، آسان است. اینمی دو تا عنوان که محیطی دایره و محیطی دایره انشاءالله که در قضایا چیزی نیست. اینمی فعالیت است. این فعالیت را شما انجام بدید و میایم طرف یک مثال. اینمی مثال را ما شما حل میکنیم. اینمی گفته که یک قائمه زاویه مثلث را شما رسم بکنیم و اینطور رسم بکنید که مثلا اضلاع قائمه که است اونمو یک مثلا AB 8 سانتی متر باشه، 8 یونیت باشه، 8 واحد باشه، چیز باشه و AC زل قائمه دوم چند باشه؟ 6 سانتی متر، 6 میلی متر، 6 متر، 6 کیلومتر اش کداری باشه. و دیگه وتر معلوم نیست که وتر چند است. وتر ما شما پیدا میکنیم. یا مثلا اونمو وتر در از مرکز دایره هم تیر شده. خب اینمی که ما شما میبینیم وتر مساوی باشه، یعنی قائمه زاویه مثلث ما شما گفته بودیم که اینمی زاویه قائمه است. اینمی زاویه ای که مده وتر مربع مساوی باشه قضیه فیثاغورس که دو ضلع قائمه مجموعش و اونم را هم مربع میکنیم. یعنی BC مربع
مساوی باشد. AB مربع جمع AC مربع BC مربع مساوی باشد. به جای AB مربع AB چند است؟ 8 یعنی 8 را مربع نوشته میکنیم. جمع AC مربع یعنی 6 مربع نوشته میکنیم. خب اینو میگم که رو بکنم یک طرف دیگه طرف آورده مشکلی نیست. خب 6 را که مربع بکنیم 36 و 8 را که مربع بکنیم 64 میشه. یه را که جمع کنیم 64 و 36 100 میشه. خب اینمیل پس ما شما داریم که BC مربع مساوی است که 100. خب ما شما تنها BC را کار داریم، BC مربع را کار نداریم. جذر مربع مساوات را میگیریم، هر دو طرف را جذر مربعش میگیریم که BC مساوی باشه که جذر مربع 100 چند است؟ 10. اینمی چند شد؟ 10 سانتی متر. خب اینمیل ما شما اینمی کل قطر را به دست آوردیم که در داخل دایره است. اینمی قطر چند است؟ 10 سانتی متر شد. ما شما باید شعاع را به دست بیاریم که شعاع چند است. R مساوی باشه که اینمی BC را که بر دو تقسیم بکنیم یعنی قطر از دو شعاع تشکیل شده. BC تقسیم بر دو مساوی باشه که R یعنی R مساوی باشه 10 تقسیم قیمت BC چند است؟ 10. ما شما بودیم چند بود؟ 10 تقسیم بر دو. داره که بر دو تقسیم بکنیم 5 سانتی متر به دست میاد. پس ما شما مثلا میتونیم که اینمی قیمت اینمی شعاع در دایره که رسم است این چند سانتی متر است؟ 5 سانتی متر. قطر چند شد؟ قطر 10 سانتی متر. پس ما شما گفته میتونیم که محیط دایره اینمی مثلث را ما شما مثلث در داخل دایره یعنی مثلا محیط دایره که مثلا بیرون از مثلث آمده باشه و راسهای مثلث در محیط دایره باشه یعنی ما شما محیط دایره گفته میتونیم. و اگر اینمی مثلث بیرون از دایره می بود یا مربع بیرون از دایره می بود که دایره مماس می بود اونمو حالت بعد ما شما محیط دایره می گفتیم. اونمو باز چی است؟ محیط دایره باز است. یه ما شما باز چی میگیم؟ محیط دایره یعنی اونمو شکلها اینمی دایره را احاطه کرده. ببینید دایره در داخل مثلث آمده، دایره در داخل مربع آمده یا چارزلی آمده، دایره در داخل پنجزلی آمده، دایره در داخل ششزلی یا هشتزلی مختلف زلی تکریم که باشه در داخل آنمو آمده. اینمی را ما شما محیط دایره میگیم که دایره احاطه شده. پیش خو دایره دیگه شکل را احاطه کرده بود و ما شما محیطی دایره میگفتیم. دایره محیطی یعنی میلی که دایره احاطه شده در داخل شکل آمده ایره ما شما دایره محیطی میگیم یا محیط دایره بودیم. محیطی دایره محیطی برش میتونیم. دیگه نمو عبارت شما صحیح بکنید و انشاءالله مشکلی کدر نیست و نمو شکلها شما مثلا که مدرسه را شما کار بکنیم انشاءالله مشکل نمیاد.